مردی مدتها توی زندگی مهتاب حضور داشت. اما مهتاب حتی نمیدونست همچین آدمی وجود داره. نه اسمشو میدونست، نه چهرهشو دیده بود. فقط هر وقت زندگیش به بنبست میرسید، انگار یه آدم نامرئی از راه میرسید، گره ها رو باز میکرد و دوباره ناپدید میشد. تا اینکه روز خاکسپاری شوهرش وسط اون همه اشک و سیاه پوشی، مرد غریبه یا همون آدم نامرئی که همیشه حمایتش رو تو زندگی احساس میکرد، دستشو گرفت و گفت تو از امروز زن منی. اما قصه از سالها قبل شروع شده بود. مهتاب پرستار جوون، زیبا و تحصیل کرده ای بود که توی یکی از بیمارستانهای شهر کار میکرد. اخلاق خوبش باعث شده بود همه بیمارا دوستش داشته باشن. بین اونا مرد تاجری بود که بیشتر از همه به مهتاب دل بسته بود. هر بار که مهتاب برای رسیدگی بهش میرفت، نگاهش بیشتر از قبل رنگ دلبستگی می گرفت. چند بار از مهتاب خواستگاری کرد، اما هر بار جوابش یکی بود: نه. مرد ناامید نمی شد. هر دفعه به بهونه‌ای دوباره خواستش رو تکرار می کرد. یه بار با گل، یه بار با هدیه، یه بارم فقط با چند جمله که از ته دلش بیرون می اومد. گفت من اگه بمیرم تمام ثروتم برای تو میمونه. فقط بذار چند صباح آخر عمرم کنار کسی زندگی کنم که دوستش دارم. اما مهتاب دلش برای پول نلرزید. اون خوب میدونست بیماری مرد پیشرفت کرد و امید زیادی به زنده موندنش نیست. آخر سر نه به خاطر ثروتش، بلکه از روی دلسوزی قبول کرد باهاش ازدواج کنه. با خودش گفت شاید اینجوری روزهای آخر عمرشو با آرامش بگذرون و با حسرت از دنیا نره. بعد از ازدواج مثل قبل ازش پرستاری میکرد. داروهاشو میداد، کنارش مینشست، لحظه‌ای تنهاش نمیذاشت. اما مرد هنوز امیدوار بود. گفت حالم که خوب شد میبرمت خونه آرزوهامون. مرد تاجر قبل از اینکه بیماری از پا در بیارتش، ضربه دیگه‌ای هم خورده بود. ضربه‌ای که از خود بیماری کمتر نبود. سالها به شریک و همکارش اعتماد کرده بود، اما همون آدم از پشت بهش خنجر زد. تمام سرمایه‌ش رو بالا کشید و وقتی تاجر به خودش اومد تقریباً هیچ چیز براش باقی نمونده بود. هرچی سالها زحمت کشیده بود یه شب دود شد و به هوا رفت. چند روز بعد با چشمایی پر از شرمندگی به مهتاب نگاه کرد و گفت من ازت خجالت میکشم. وقتی ازت خواستگاری کردم بهت قول داده بودم بعد از مرگم همه ثروتم برای تو باشه. اما حالا جز این خونه دیگه چیزی برام نمونده. کاش سالم بودم. کاش این مریضی امونم میداد تا حق این دوست نامردم و کف دستش میذاشتم. مهتاب لبخند تلخی زد و دستش رو روی دست همسرش گذاشت. گفت من هیچ وقت به خاطر پول باهات ازدواج نکردم. برای من فقط خودت مهمی. اشک تو چشمای مرد حلقه زد. چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت میدونم تو از روی دلسوزی قبول کردی همسرم بشی. میدونم دیگه فرصت زیادی برام نمونده. فقط یه خواهش ازت دارم. منو از بیمارستان ببر خونه. هر وسیله و امکاناتی که لازمه همونجا فراهم کن. میخوام چند روز آخر عمرم و مثل یه شوهر واقعی کنار همسرم زندگی کنم. نه بین دیواره سرد بیمارستان. دل مهتاب شکست. پزشکا هم امیدی به زنده موندن مرد نداشتن. برای همین با مسئولیت خودش همسرش رو از بیمارستان مرخص کرد و به خونه آورد. تمام وسایل درمانی رو هم توی خونه آماده کرد تا مراقبت ازش ادامه پیدا کنه. اون چند هفته شاید قشنگترین روزای زندگی مرد بود. انگار دوباره جون گرفته بود. هر صبح که چشم باز می کرد و مهتابو می دید، لبخند روی لبش می نشست.
از بودن کنارش لذت می برد و مدام خدا رو شکر می کرد که قبل از مرگ طعم زندگی واقعی رو چشیده. اما بیماری رحم نداشت و تو بدنش ریشه کرده بود. هنوز 1 ماه از زندگی مشترکشون توی خونه نگذشته بود که قلب خسته مرد دیگه طاقت نیاورد. اون روز برای آخرین بار دست مهتاب و فشرد، لبخندی زد و برای همیشه چشماشو بست. مرگ همسرش غم سنگینی روی دل مهتاب گذاشت. اما بین همه غمها فقط یک سوال لحظه ای از ذهنش بیرون نمی رفت. چه کسی تمام هزینه‌های سنگین بیمارستان همسرش رو پرداخت کرده بود؟ هیچ اسمی ثبت نشده بود. هیچ ردی از پرداخت کننده وجود نداشت. فقط گفته بودن همه حسابها تسویه شده. همون سوال دوباره اون حس قدیمی رو زنده کرد. حس حضور کسی که چند سالی بود سایه به سایه زندگیش حرکت میکرد. کسی که هر وقت گره‌ای توی زندگیش میافتاد بی صدا وارد میشد، مشکل رو حل میکرد و دوباره ناپدید میشد. مهتاب بارها با خودش جنگیده بود. حتی چند بار پیش روانشناس و روانپزشک رفته بود تا مطمئن بشه این احساس زاییده خیال و تنهایی نیست. همه میگفتن شاید ذهنت برای فرار از فشارهای زندگی برای خودش یک ناجی خیالی ساخته. اما حالا برای اولین بار مهتاب داشت باور میکرد که این فقط خیال نبوده. واقعاً کسی وجود داشت. کسی که سالها بی صدا مراقبش بود، از دور هواشو داشت و نمیذاش هیچ وقت زیر بار سختی ها تنها بمونه. مهتاب با دلی شکسته همسرش رو تا خونه ابدی بدرقه کرد. فقط 1 ماه کنار هم زندگی کرده بودن. اما همون 1 ماه کافی بود تا به حضور مرد عادت کنه. حالا ایستاده بود بالای قبری که تمام آرزوهای ناتمومش رو در آغوش گرفته بود. مدام به این فکر می کرد که اگر بیماری امانش داده بود، اگر اون شریک نامرد تمام داراییشو بالا نکشیده بود، شاید امروز زندگی دیگه ای انتظارش رو می کشید. کم کم همه از قبرستون رفتن. خانواده تاجر، پدر و مادر مهتاب و بقیه آشناها هم از اون خواستن همراهشون برگرده. اما مهتاب آروم گفت شما برید. میخوام چند دقیقه باهاش تنها بمونم. بعد خودم میام. همه رفتن و سکوت تمام قبرستون رو فرا گرفت. مهتاب کنار مزار نشست. زیر لب فاتحه میخوند و اشکاش بیوقفه روی سنگ قبر میچکید. غرق فکر بود که ناگهان حس کرد کسی کنارش نشست. با خودش گفت حتما یکی از آشناها دیر رسید و اومده فاتحه بخونه. اما لحظه بعد دستی گرم، محکم و مردونه دست یخزده‌شو گرفت. با تعجب سرشو بلند کرد. مردی کنارش نشسته بود. چهرش غریبه بود اما نگاهش عجیب آشنا به نظر می رسید. مهتاب دستشو با عجله کشید و گفت آقا داری چی کار می کنی؟ چرا دست منو گرفتی؟ مرد بدون اینکه دست پاچه بشه آروم گفت از امروز تو زن منی. دیگه نمیذارم از دستت بدم. مهتاب با ناباوری چند قدم عقب رفت. گفت تو کی هستی به خودت اجازه دادی همچین حرفی بزنی؟ من تازه شوهرمو از دست دادم. میخواست بیشتر سرش فریاد بکشه که ناگهان چشمش تو چشمای مرد گره خورد. همه چیز از حرکت ایستاد. این چشما رو میشناخت. بارها تو اونا عشق دیده بود. بارها با همین نگاه زندگی کرده بود. لباش لرزید. زیر لب گفت نه، امکان نداره. مرد ناصر بود. همون ناصر عشق سالهای دورش. مردی که روزی حاضر بود جونشو برای مهتاب بده. اما زمان اونو عوض کرده بود. ریش بلند، صورتی شکسته و خسته و موهایی که زودتر از سنش سفید شده بودن باعث شده بودن مهتاب در نگاه اول اونو نشناسه. دنیا دور سرش چرخید.
چشماش سیاهی رفت. با خودش فکر کرد پس مرد نامرئی که همیشه کنار خودش احساس میکرد و کسی که مواظبش بود و هزینه بیمارستان همسرش رو حساب کرده بود ناصر بود. خواست چیزی بگه اما دیگه نتونست. پاهاش سست شد و نقش زمین شد. وقتی چشم باز کرد سرش روی زانوی ناصر بود. ناصر با دستای لرزون چند قطره آب روی صورتش میپاشید. مهتاب با وحشت خودشو کنار کشید. بلند شد و با فاصله از ناصر ایستاد. هنوز باور نمی‌کرد مردی که سالها فقط خاطرش تو دلش مونده بود حالا درست کنار مزار شوهرش روبروش ایستاده باشه. مهتاب با دستای لرزون از جا بلند شد. ناصر هم آروم از جاش بلند شد و گفت آروم باش مهتاب. خواهش میکنم خودتو کنترل کن. ما حرفای زیادی برای گفتن داریم. نمیخوام دوباره حالت بد بشه. مهتاب چیزی نگفت. فقط چند قدم دور شد و روی نیمکتی که گوشه قبرستون بود نشست. ناصر هم روبروی اون روی نیمکت دیگه ای نشست. چند لحظه فقط سکوت بینشون جریان داشت. نه مهتاب جرأت حرف زدن داشت، نه ناصر میدونست از کجا شروع کنه. مهتاب خیره به صورت مردی بود که سالها پیش تمام دنیاش بود. همون نگاه، همون چشمها، اما با صورتی شکسته تر، موهایی سپیدتر و ریشی بلند که گذر سالها رو فریاد میزد. همین که نگاهش به ناصر افتاد، تمام خاطرات سالهای دور مثل فیلمی از جلوی چشماش رد شد. ناصر پزشک بود و استاد دانشگاه مهتاب. استادی که با وقار و متانتش دل خیلی از دانشجوها رو برده بود. اما دل خودش هیچ وقت نلرزیده بود. تا اینکه مهتاب وارد زندگیش شد. دختری پرشور، باهوش و جسور که بی‌پروا عشقش رو ابراز می‌کرد. ناصر اول تمام تلاشش رو می‌کرد احساسش رو نادیده بگیره. نمیخواست از جایگاه استادیش سوء استفاده کنه و مدام از مهتاب فاصله می‌گرفت. اما مگه میشه از عشق فرار کرد؟ کم کم خودش هم اسیر همون احساسی شد که مهتاب مدتها با اون زندگی کرده بود. عشقشون دو طرفه شد. اونقدر عاشق هم بودن که همه اونا رو به لیلی و مجنون تشبیه می کردن. قرار ازدواج گذاشتن. خانواده ها راضی بودن. تاریخ عروسی مشخص شده بود و فقط چند روز تا آغاز زندگی مشترکشون باقی مونده بود. ناصر چند روز مونده به عروسی برای شرکت توی یه سمینار مهم پزشکی راهی آلمان شد. قرار بود تو این همایش مقالش رو معرفی کنه و بعد از اون از یکی از بیمارستان‌های معتبر آلمان بازدید داشته باشه. سفر کوتاهی بود و قرار بود خیلی زود برگرده. اما ناصر رفت و دیگه هیچ خبری از اون نشد. مهتاب روزای اول با نگرانی منتظر موند. فکر میکرد شاید مشکلی پیش اومده. شاید تلفنش خراب شده یا به خاطر برنامه‌های فشرده سمینار نتونسته تماس بگیره. اما روزها گذشت و هیچ خبری از ناصر نشد. مهتاب دست روی دست نذاشت. هر راهی که به ذهنش میرسید امتحان کرد. از خانواده و دوستاش کمک گرفت. دنبالش گشت و تلاش کرد ردی از اون پیدا کنه. اما انگار ناصر تو اون سرزمین غریب ناگهان ناپدید شده بود. کم کم امیدش تبدیل به ناامیدی شد. بعد از مدت‌ها جستجو وقتی هیچ اثری از ناصر پیدا نکرد، تلخ‌ترین فکر به سراغش اومد. شاید ناصر تو آلمان زندگی تازه‌ای شروع کرده بود. شاید موقعیت بهتر و آینده روشن‌تری پیدا کرده بود و تصمیم گرفته بود گذشته رو پشت سر بذاره. مهتاب با قلبی شکسته به این باور رسید که شاید مردی که روزی تمام دنیاش بود اونو فراموش کرده. اما هیچ وقت نمیدونست پشت اون سکوت طولانی راز بزرگی پنهان شده. رازی که سالها بعد دوباره ناصر رو وارد زندگی اون میکرد. مهتاب بعد از اون سالها
هیچ خواستگاری رو نپذیرفت. غم ناصر مثل سایه‌ای روی زندگیش افتاده بود و اجازه نمیداد دوباره دل ببنده. تا اینکه تو بیمارستان با مرد تاجری آشنا شد که بیماریش لاعلاج بود. مردی که روزهای آخر عمرشو میگذروند و فقط یه آرزو داشت، اینکه قبل از مرگ طعم داشتن یه خانواده رو بچشه. مهتاب هم نه از روی عشق و نه به خاطر ثروت، فقط برای رضای خدا و آروم کردن دل مرد قبول کرد همسرش بشه تا اون با حسرت از دنیا نره. مهتاب بعد از مرور اون همه خاطره نگاهی پر از حسرت به ناصر انداخت. لبخند تلخی زد و گفت: خب آقای دکتر ناصر فتوحی، استاد گرانقدر، آلمان خوش گذشت؟ زندگی اونجا خوب بود؟ بالاخره دلت برای وطن و برای مهتاب خانم تنگ شد که برگشتی؟ ناصر چند لحظه سکوت کرد. از نگاه مهتاب میشد تمام سالهای درد و انتظارش رو فهمید. آروم از جاش بلند شد و کنار مهتاب روی همون نیمکت نشست. با مهربونی نگاش کرد و گفت: مهتاب جان عزیزم، الان حالت خوب نیست. خیلی چیزا توی یه روز روی سرت خراب شده. اینجا هم جای مناسبی نیست که بخوایم درباره این حرفا صحبت کنیم. بالاخره اینجا سر خاک همسرت هستیم. بیا بریم خونه، کمی استراحت کن، بعد هرچی خواستی از من بپرس. همه چیزو برات تعریف میکنم. اما مهتاب دیگه طاقت نداشت. اشک تو چشماش جمع شده بود. بغض سالها انتظار و تنهایی راه گلوشو بسته بود. گفت: نه ناصر، من همینجا باید همه چیزو بدونم. من دیگه حتی یه لحظم نمیتونم با این همه سوال زندگی کنم. سالها منتظر جواب بودم. سالها فکر کردم منو فراموش کردی. فکر کردم رفتی و دیگه پشت سر تو هم نگاه نکردی. ناصر آهی کشید و گفت: باشه مهتاب، آروم باش، همه چیزو برات میگم. بعد چند لحظه سکوت کرد و ادامه داد: من هیچ وقت تو رو فراموش نکردم. اون روزی که به آلمان رفتم قرار نبود همه چیز اینطوری بشه. اما اونجا گرفتار آدمایی شدم که زندگی منو نابود کردن. یه عده میخواستن من باهاشون همکاری کنم. کارشون قاچاق دارو بود. از من خواستن کمکشون کنم. اما من قبول نکردم. چند بار تهدیدم کردن. چند بار خواستن منو مجبور کنن. اما من زیر بار نرفتم. تا اینکه یه شب بهم حمله کردن. مدتی منو گروگان نگه داشتن. میخواستن هر طور شده منو مجبور به همکاری کنن. اما بازم قبول نکردم. ناصر نفس عمیقی کشید. گفت: اونقدر شکنجم کردن که سرم ضربه شدیدی خورد. بعد از اون دیگه چیزی یادم نمیاد. وقتی چشم باز کردم هیچی از گذشتم به یاد نمی آوردم. نه اسممو درست میدونستم، نه خانوادمو، نه حتی تو رو. چند سال توی بیمارستانهای مختلف آلمان بودم. پزشکا تلاش میکردن کمکم کنن. تا اینکه بالاخره به کمک یکی از پزشک‌ها کم کم حافظم برگشت و اولین تصویری که توی ذهنم زنده شد تو بودی مهتاب. تو اون روزایی که فکر میکردم قرار تمام عمر کنار هم باشیم. ناصر سرشو پایین انداخت و گفت: وقتی مدارکمو پیدا نکردن هیچ کس نمیدونست من کی هستم. هیچ راهی نبود که کسی به ایران خبر بده. وقتی بعد از مدت‌ها برگشتم اولین کاری که کردم این بود که دنبال تو بگردم. اما وقتی پیدات کردم دیدم ازدواج کردی. فهمیدم با یکی از بیمارهات ازدواج کردی. دیگه نتونستم خودم رو وارد زندگیت کنم. با خودم گفتم شاید خدا خواسته مسیرت عوض بشه. اما هیچ وقت ازت دور نشدم. همیشه مراقبت بودم. همیشه حواسم بهت بود. هزینه‌های بیمارستان همسر تو من پرداخت کردم. هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم. فقط برای اینکه سختی کمتری بکشی. مهتاب، من تو رو رها نکردم. این حرفها کافی بود تا تمام بغض سالهای مهتاب بشکنه. سرشو پایین انداخت و بلند بلند گریه کرد. گریه برای سالهایی که از دست رفته بود. برای عشقی که فکر میکرد مرده اما هنوز زنده بود. ناصر آروم گفت: مهتاب جان،
خدا رو شکر که الان کنار هم هستیم. منو ببخش. باور کن این غیبت طولانی انتخاب من نبود. اگه اختیار دست خودم بود هیچ وقت حتی یه روز هم از تو دور نمیموندم. مهتاب بعد از شنیدن تموم حرفای ناصر بیشتر از هر چیز از خودش شرمنده بود. شرمنده از تمام سالهایی که فکرهای تلخ درباره مردی کرده بود که در تمام اون مدت نه تنها فراموشش نکرده بود بلکه از دور مراقبش بود. چقدر شبها با خودش گفته بود ناصر اونو رها کرده. چقدر دلش شکسته بود و چقدر از اون دلگیر شده بود. اما حالا فهمیده بود پشت اون سکوت طولانی درد بزرگی پنهان بوده. اشک میریخت و زیر لب میگفت من فکر کردم فراموشم کردی. فکر کردم دیگه هیچ اهمیتی برات ندارم. ناصر لبخند آروم میزد و گفت مگه میشه آدم کسی رو که تمام زندگیشه فراموش کنه؟ بعد از اون روز کم کم دوباره اعتماد و آرامش بینشون برگشت. زخم‌های سالهای دور با گذشت زمان و عشق دوباره ترمیم شد. مدتی بعد مهتاب و ناصر دوباره کنار هم ایستادن. این بار نه مثل دو جوونی که پر از آرزو بودن، بلکه مثل دو انسانی که سختی‌های زیادی کشیده بودن و قدر با هم بودن و بهتر می‌دونستن. با هم ازدواج کردن و زندگی تازه‌ای رو شروع کردن. همون زندگی که سالها قبل آرزوشو داشتن. اما تقدیر اونو به تأخیر انداخته بود. خونشون پر از آرامش و عشق شد. فهمیدن گاهی بعضی اتفاقا قرار نیست ما رو از خوشبختی دور کنن، بلکه فقط زمان رسیدن به اونو تغییر میدن. زندگی همیشه اون چیزی نیست که در لحظه میبینیم. گاهی یک رفتن نشانه بی‌علاقگی نیست. گاهی یک سکوت پشت خودش هزاران حرف ناگفته داره. گاهی آدمی که فکر میکنیم ما رو تنها گذاشته خودش بیشتر از ما درگیر یه درد بزرگه.